سرکوباما خلات شرف دا اد بایرز لشکر پایه بلندی اپراتورا تایبت. اد بایرز ششمین لشکر کوف خلات وردگینه. هر گاوا امریکی تین اسیر کرن چه دست مته ام دکن دا کوان با اولهی ببن مال. ام توفان را دکن هزین مین اپراسیون تایبت همولاتی وک اد بایرز. میسیونا بایرز لهرم طالبانه بو لروشالات افغانستانه. هشتن برفنبار 2012 بایرز و تیماوی دست به اپراسیون خلاص کرنه کرد. What made this mission unique was the fact that it was a hostage rescue. میسیونکا سرکفتی بو. دوید تو امریکیه که زندی بینیه و. شر دست بکر و بایرز بریک و جه اخسیرا پیدا بکه لشکر دجبینا کشا در و دکتر جوزف کل افغانستان درز دادا کارکرین طبی بایرز خواه آوید یه سر دکتر هر وکی مرتاله که زندی دا کوی لگلین شیو تاری بپارزینه. When I did that, there was another person within arm's reach. گاوا من او کر کسک دن لکیلکا من بو. دجمنه که خودی چک و نارینجوک. او من او کس هلبسار تا دیواری او من حفکاوی گرد. دکتر من پاراست حتی کو تیمامه هات او تهدید برطرف کرد. بایر جیانا اخسیر و یه حوالن خو خلاص کرد. بله دوی میسیونه ده قربانی کبو. نیکولاس چک نوبتدار تیمه به گلین دجمنه هات کشتن. He died a hero. او هر وکی قهرمانه که مر و ناوی هر وکی قهرمانه که امریکی ده حتی تا دیروک دا بهه نویسین. پشتی و هفته بایرز ده جبر چاوان در بکوه او ده بکوه جیانک بدنگ جبو خدمت ولات خواه. مصطفی جار دنگ امریکا.